این پادشاه کوهستان یک جاذبه بزرگ در باغ وحش‌های قرون وسطایی بوده. وقتی که هنوز در تپه‌های شمال آفریقا آزادانه قدم می‌زده و اطراف سواحل مدیترانه شکار می‌کرده. این زیرگونه از شیرها اینقدر توسط انسانها محترم شمرده می شده که ما تحسینمون رو به اون شکلی که از همون موقعها بلد بودیم نشون دادیم با شکار کردنشون تا جایی که منقرض بشن. تو این ویدیو درباره شیر بربری یا همون باربری لاین صحبت میکنیم که گاهی به شیر شمال آفریقا، شیر نوبی و شیر اطلس هم معروفه. شیر اطلس یکی از زیرگروه منقرض شده از شیرهای آفریقایی موجوده. این زیرگونه در شمال غربی آفریقا از کوههای اطلس تا مدیترانه زندگی میکرد. شیر اطلس در انواع مختلفی از زیستگاه‌ها از جنگل‌های کوهستانی، دشت‌های ساحلی پست گرفته تا مناطق نیمه خشک در حاشیه صحرای بزرگ زندگی میکرد. اسم بربری از اسم تاریخی منطقه غرب گرفته شده که خودش برگرفته از بربرها، قدیمی ترین ساکنان شناخته شده اون منطقه است. با وجود شباهتاش به شیرهای آفریقایی زنده، شیر بربری یا همون شیر اطلس به خاطر مورفولوژی و رفتار منحصر به فردش به عنوان یک زیرگونه جدا در نظر گرفته میشد. بر اساس گفته‌های شکارچیان قرن 19 شیر اطلس یه هیولای غول‌پیکر و بزرگ بوده که تا 3 متر طول و 300 کیلوگرم وزن میرسیده. شیر اطلس یه یال ضخیم و پرپشت داشته که فقط سر و گردنش رو نمیپوشون بلکه تا شونه ها و آرنجاش کشیده میشده و دور شکمش هم میپیچیده. شیرهای اطلس در آب و هوای خیلی سردتری در کوههای مغرب نسبت به هم‌نوعان شبه صحراییشون زندگی میکردن و به این موهای اضافی برای گرمای بیشتر نیاز داشتن. وقتی شیر اطلس به طور منظم با انسانها روبرو میشد، رفتارش هم تغییر میداد تا بتونه در کنار گسترش انسانها زنده بمونه. در اوایل قرن 19 اونا در همه جای اون منطقه دیده میشدن. اما بعدن که آدمای بیشتری اومدن، شیرها به تپه‌ها و کوه‌ها پناه بردن. گزارش‌هایی هست که میگه اونا شروع به شکار دام‌ها کردن. شب‌ها فعالتر شدن و شروع کردن به زندگی در گروه‌های کوچیک‌تر یا جفتی. خیلی متفاوت از گله‌های نمادین شیرهای صحرایی امروزه. تا دهه 1920 شیرهای اطلس اغلب تنها دیده می‌شدن. این میتونه به این معنی باشه که شیرهای اطلس به کمتر کردن وابستگیشون به هم ادامه دادن و شروع به یه مدل زندگی مجردتر کردن. یا از طرف دیگه این تکی دیده شدنها ممکنه نشون دهنده جمعیت در حال کاهش شیرهای اطلس بوده باشه. این تنها بودن همینطور در شیرهای آفریقایی شبه صحرایی امروزی که در مناطق تحت سلطه انسانها زندگی میکنن هم مشاهده شده. شیرهای اطلس هزاران ساله که توجه آدمها رو به میزان غیر قابل باوری جلب کردن. اونا معمولاً با گلادیاتورها در زمینهای رزمی روم مبارزه میکردن و در قرون وسطا در سر تا سر دنیا به عنوان حیوان باغ وحشی اسیر بودند. حتی در برج لندن هم زندگی میکردن. شیر اطلس در طول تاریخ مورد تحسین بوده و فقط در 100 سال گذشته منقرض شده. اما مشخص نیست که دقیقاً این اتفاق کی افتاده. گزارش‌های آخرین مشاهدات شیر اطلس در طبیعت خیلی متناقضن. آخرین ثبت تصویری که از شیر اطلس داریم عکسیه که از هواپیمای هوایی کازابلانکا داکار در سال 1925 گرفته شده. بعضی از کاربران میگن کشتن یه شیر اطلس در گذرگاه تیزی و تیتیکا در کوههای اطلس بلند مراکش در سال 1942 آخرین مشاهده شناخته شده بوده. یک کاربر دیگه ادعا میکنه یکی از اونها در سال 1956 در جنگلی در شمال استیف در الجزایر دیده شده. یک نظریه جدیدتر پیشنهاد میکنه که آخرین شیر اطلس با تخریب همون جنگل در سال 1958 در جریان جنگ الجزایر و فرانسه از بین رفته.
یه مطالعه با استفاده از رویکرد ریاضی برای تخمین زمان احتمالی انقراض شیر اطلس با استفاده از داده‌های آماری از آخرین دیده شدن‌ها و طول عمر متوسطشون انجام شده. نتایج پیشنهاد کردند که ممکنه تا اواسط دهه 1960 زنده مونده باشن، اما در نهایت بدون شواهد قطعی هیچ وقت واقعیت این ماجرا رو نمیتونیم بفهمیم. با وجود اینکه دیگه در طبیعت وجود ندارن، اما امکان داره که نوادگان شیرهای اطلس امروزی هنوز وجود داشته باشن. باغ وحش‌های پادشاهان و سلاطین مراکش شامل شیرهایی بوده که از قبایل بربر در کوههای اطلس به دست آورده شدند. چند ده تا از این به اصطلاح شیرهای مراکشی که به شیرهای سلطنتی هم معروفن هنوز در باغ وحش‌ها در مراکش و اروپا نگهداری میشن و بچه‌های شیرها هم هنوز به دنیا میان. حافظان محیط زیست هنوز دارن کار میکنن تا تعیین کنن که آیا این شیرهای اسیر واقعا از نوادگان اطلس ها هستند؟ اگر هستند، آیا با شیرهای شبه صحرایی جفتگیری کردن یا نه؟ به خاطر وجود این شیرهای اسیر که وضعیت اصلی شیر اطلس به عنوان منقرض شده در طبیعت تلقی میشه تا فقط منقرض خالی. حتی اگر اثبات بشه که این شیرهای اسیر شیرهای اطلس اصلی هستن، برگردوندن اونا به طبیعت کار سختیه، چون بیشتر زیستگاه اونا توسط گسترش انسانها نابود شده. متاسفانه به نظر میرسه که شیرهای صحرایی هم تقریبا همون مسیر رو طی میکنن که شیرهای اطلس یک قرن پیش طی کردن. تنها در 20 سال گذشته جمعیت شیرهای امروزی به خاطر از دست دادن زیستگاه، شکار غیرقانونی، تعارضات انسانی به حیات وحش، از نزدیک شدن اجباری شیرها به انسانها ناشی میشه 43% کاهش پیدا کرده. امیدوارم که از گذشته درس بگیریم و جلوی این اتفاق رو قبل از اینکه شیر آفریقایی هم مثل شیر اطلس در طبیعت منقرض بشه بگیریم. شیر حیوان باشکوهیه، ما هم دوستش داریم. مرسی از توجهت. نظرتو برام کامنت کن.